سلام دوستان، امیدوارم که هر کجای این دنیای خاکی آبیمون که هستین، خودتون، خانواده هاتون، عزیزانتون همگی خوب و خوش و سلامتین. این روزهای وانفسایی که داریم ازش میگذریم، کشور عزیزمون، هموطنامون، خودمون همگی، گفتم با هم بریم اقلا یک فال حافظ بگیریم، ببینیم جناب حافظ برای این روزهای ما چی داره که به ما بگه. یک فال حافظ میگیریم، بعدش هم چند تا کارت تاروت میکشیم، انشالله که خیر باشه. غزل شماره 405 حافظ هست دوستان. به جان پیر خرابات و حق صحبت او، که نیست در سر من جز هوای خدمت او. بهشت اگرچه نه جای گنهکاران است، بیار باده که مستحضرم به همت او. چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد، که زد به خرمن ما آتش محبت او. بر آستانه میخانه گر سری بینی، مزن به پای که معلوم نیست نیت او. بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب، نوید داد که عام است فیض رحمت او. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که نیست معصیت و زهد بی مشیت او. نمی کند دل من میل زهد و توبه، ولی به نام خواجه بکوشیم و فر دولت او. مدام خرقه حافظ به باده در گرو است، مگر ز خاک خرابات بود فطرت او. بسیار همالی دوستان. انشالله اونجا که گفت بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب، نوید داد که عام است فیض رحمت او، این فیض رحمت عام نصیب کشور ما هم بشه. حالا بریم چند تا هم کارت تاروت بکشیم. ته دکمون کارت دی هنگمن رو داریم، مرد آویزان به دار آویخته. واقعا راجع به این صحبت میکنه که الان هممون در یک حالت معلق قرار داریم، نمیدونیم آخرمون چی میشه، نمیدونیم آخر این موضوع چی میشه، نمیدونیم به کجا میرسه. اولین کارتی که برامون در اومد 5 شمشیر، یک حالت شکست، مغبون شدن رو میاره تو ذهن انسان. پایین اون هم 8 شمشیر. انسان احساس میکنه نه راه پیش داره نه راه پس، احساس میکنه تو هچل افتاده، نمیدونه کدوم طرف باید بره، حتی نمیدونه به کی باید اطمینان بکنه. ولی درست زیر اون کارت چرخ بخت و اقبال رو داریم دوستان. همون در ناامیدی بسی امید است. دقیقا اونجایی که انسان احساس میکنه که نمیدونه چی کار باید بکنه، یک دفعه یک سری مسائلی همیشه به نفع انسان عوض میشن. یک حرفی هست که میگن اگر بنده در سختی گیر نکنه، یعنی در حالت سختترین حالت گیر نکنه، خضر پیغمبر به کمکش نمیاد. این هم همچین حالتیه. درست این ور کارت 8 شمشیر ما کارت ماه رو داریم. ماه چی بود؟ یک چیزی ظاهر و باطنش یه چیزی نیست، با هم فرق دارن. پس اون هچلی که ما فکر میکنیم توش گیر کردیم، اونجا که احساس میکنیم نه راه پیش داریم نه راه پس، اون در واقع ظاهر قضیه است. باطن قضیهمون شاید با این خیلی فرق داره. درست بغل کارت چرخ بخت و اقبال کارت ستاره رو داریم. یک پیروزی، یک موفقیتی که وارد زندگی انسان میشه در نتیجه تلاش‌های خودش. یکی از بهترین کارت‌های تاروته. و اینجا هم کارتی که این وسط برامون در اومد دوستان، کارت خورشید، اونم که بهترین کارت تاروته. توی این موضوع با این کارت 9 وانس ها اینجا داره میگه که ما استقامت نشون دادیم، ما کم نیاوردیم، کوتاهی نکردیم و به خاطر این استقامتی که نشون دادیم، پادشاه وانس ها اون موفقیتی رو که میخواستیم خیلی هم با شور و شوق و هیجان به دست آوردیم. این پایین هم اگر نگاه بکنید 7 سکه، 8 سکه، 8 جام ها. 7 سکه راجع به این صحبت میکرد که ما هر کاری که لازم بوده برای رسیدن به هدفمون درست انجام دادیم، کوتاهی نکردیم. الان وقت این هستش که میوه و ثمره زحمت هامون رو بگیریم.
8 سکه باز یه نفری هست که سرش به کار خودشه، کار خودش رو درست انجام میده، پشت کار داره، وقتی با انگل روبرو میشه اونجا ول نمیکنه، ادامه میده، به اون پشت کار خودش ادامه میده، به زحمتهاش ادامه میده تا که برسه به چی؟ بعد از این چیه؟ 9 سکه است که اون دیگه رزق و روزیه. پس این یک منوالی داره، یک تداومی داره. 8 جام ها هم عبور و پشت سر گذاشتن یک مرحله‌ای هست که دیگه به درد ما نمیخوره. اینجا اولین کارتمون 5 شمشیر بود، آخرین کارتمون 8 جام ها. ما اون شکست رو دوستان و یا اون چیزی که به ظاهر به نظرمون شکست میاد، به نظر مقبول شدن میاد، اون رو پشت سر میذاریم. ما بختمون بر میگرده انشالله که، حالا این رو به نیت کشورمون نگاه بکنیم، انشالله که بخت کشورمون بر میگرده، به بهترین شکل هم بر میگرده، هم خورشید رو داره هم ستاره رو داره، یعنی بهترین ها انشالله نصیب زندگی کشورمون میشه، نصیب آینده کشورمون میشه. و درست ببینید بغل 5 شمشیر ما ملکه سکه رو داریم. ملکه سکه یک انسان متمول، هوای دیگران رو هم داره و داره به دیگران کمک میکنه، اون سخاوتش رو داره با دیگران قسمت میکنه، هوای همه رو داره. این رو به فال خیر بگیریم دوستان، به فال نیک بگیریم انشالله که برای کشورمون، برای هممون، همه هموطنامون، هر جای این دنیای خاکی و آبی که هستن، از این حالت معلقی در بیان. اون اگر کسی احساس شکست میکنه از اون حالت در بیاد، اگر احساس میکنیم که نه راه پیش داریم نه راه پس داریم از اون حالت در بیایم. واقعا که بهترین ها انشالله نصیب کشورمون بشه، نصیب هموطنامون بشه، نصیب تک تکمون بشه. بازم مثل همیشه امیدوارم که خیر و صلاح هر چیزی که هست برای ما همونی باشه که از دل ما میگذره. متشکرم که با من زمان گذروندیم.